آموزش 10 مدل غذای گیلانی. قسمت 2. باقلاقاتق. مواد لازم: ترک سیر رنده شده، شفید سرخ کرده، زردچوبه، نمک، لوبیا پوسکنده. اول سیر رنده زنیم. کاش به این سادگی. حالا شونیم سیر تفت دنیم. یکم زردچوبه اضافه کنم. اما سیر تفت بخورده، حالا شوید بکنم. مثلا لوبیا اضافه کنم. من راز و خوشمزگی اینه که آمومق دکنیم بیدار. حالا بید در پوش نیانیم تا این لوبیا قشنگ بخش قشنگ برای هم زنیم.